میگه هر لحظه ای که این تماس میکشید و به ما پیام میداد که من بهتر شدم و خوبتر شدم و نماز میخوانم، قرآن میخوانم، یک بار الحمدلله میگفتم و دعا میکردم در حقش که خدای هدایت نصیبش بگردان. خدای این بنده بیچاره تنها هست. ای عزیزانی که در کشورهای غربی هستین و تنها ماندین، نه اونجا مسجد است، نه آواز عالمی شنیده می شود، نه آواز اذان شنیده می شود. وقتی که تنها ماندی یک کسی هست که آواز تو را بشنود. از الله بخواه که خدا به تو هدایت نصیب بگردانه، همون هدایتی که به ساره نصیب گردانید. میگه بعد از 2 روز باز تماس کشید، به من گفت ای بزرگوار، من حجاب کامل اسلامی کردم، به من دعا کن که خدا مرا ببخشد. میگه من گفتم الحمدلله، حمد و ثنا و ستایش آن ذات راست که هر گمراهی را بخواهد هدایت میکند، هر گمراهی را بخواهد هدایت میکند. یک دعا برات یاد بودم عزیز من، وقتی که گاهی وقت تنها شدی، به یاد گناهانت افتادی، دیدی که بسیار گناه زیاد کردی، ضعیف و ناتوانم شدی، دستت بلند کنی تو دعا کن، خدایا اگر تو مرا ببخشی کی هست که تو را بگوید که نبخش؟ خدایا اگر تو مرا ببخشی کی هست که به تو بگوید نبخش؟ اگر مرا نبخشی غیر از شیطان کی راضی می شود؟ اگر مرا نبخشی غیر از شیطان کی راضی می شود؟ انبیا همه خفه می شود. ساره تماس می کشد به عمرو خالد، برایش می گوید که من سردردی پیدا کردیم، 22 سال سن داره، سردردی پیدا کردیم، امروز میرم به پیش دکتر، دعا کنی بزرگوار، نمیفهم که سردردی از چی است، ولی من خیلی آزار میده. میگه بعدش نگران شدم، میگه برای من میگفت که من سردردی پیدا کردم، میرم به پیش دکتر، ای بزرگوار اگر زنده ماندم از طریق همین سایت تو بقیه عمر خود را به خدمت دین الله سپری میکنم. نعره تکبیر! اگر 22 سال به خدا پشت کردم، اگر 22 سال از خدا دور خوابیدم، اگر 22 سال از خدا بریده بودم، ای بزرگوار اگر زنده ماندم کل عمر خود را بقیه فدای الله میکنم. عمرو خالد میگوید بعد از چند ساعت به من تماس کشید، برای من گفت ای بزرگوار، به من گفتن که سرطان مغزی دارید. دکتر گفت به من سرطان مغزی داری. گفت دکترها گفتن که تو زیاد زنده نمیمونی، یک چند روز دیگر زنده میمونی. میگفت که وقتی این سخن از زبان دکترها شنید و مشتاق دیدار الله شد. حال فهمیدم که وقت ملاقات فرا رسیده. ولی ای عمرو خالد تو بدانی که من پیش از این که بدانم به سرطان مغزی گرفتار شدیم توبه کردیم. ای بزرگوار تو شاهد باشی که پیش از این که من بفهمم به مرض به نام سرطان گرفتار شدیم، پیش از دانستن به مرض من توبه کردیم. این توبه به خاطر این درد من نبوده.